گفت یک عابدی بوده 500 سال عبادت کرده. این عابد چی یک عبادتی بکنه؟ عبادت خودش رحمت است. الله اکبر. گفت خدایا هیچ کسی را پیش ما آمدن نمان که بین ما و تو میدرایه، عبادت خراب نکنه. گفت که خدایا دیگه مرا هیچ کسی مزاحمت نکنه. چی سجده ای عاشقانه ای میکنه، چی رکوعی عاشقانه ای، سالها نماز میخواند، تنها نماز. 500 سال به همین منوال میگذشت. 500 سال بعد گفت یا الله، اسرائیل برش خداوند روان کرد، جانش میگیره. گفت خدایا چی میشه که جان مرا در حالت سجده بگیری؟ ما بسیار نماز خوش دارم، در حال سجده سرم میمانم، پروردگار جان ما همینجا بگی، اما به خاک اجازه نتی بدن ما بخورم. چطور خاک خورده بتونه بدن را که 500 سال عبادت کنه؟ خاک خود بدن انبیاء و اولیاء و شهدا رو خورده نمیتونه. میفهمین؟ اما تو میمان روز محشر اون بدن میخیزه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ای گفت که خدایا بدن ما در خاک نتی، سر سجده میمانم، پرنده مرا آزار نته، یعنی خاک مرا نخوره، کرمو اجداری نیاید، تا محشر سر به دربارت میمانم، جان ما میجا بگی اما تو استادم کو با قدرت کامل خود. یا الله، خیلی جالب است این حدیث مبارک. اما موضوع ما چی است؟ رحمت الله به علم خود، به عمل خود، به تبلیغ خود، به تدریس خود، به تقریر خود، به معرفت خود، به حفظ قرآن خود، به حفظ حدیث خود، به جهاد خود. این که جهاد کردیم الا برای ما فلان چیزه بتین، به عزت خود، به تقوای خود، به کشف خود، به کرامت خود. بازی نخور ای بنده خدا، زیرا همه چیز است رحمت